دو رفیق در جنگل متوجه شدند که یک شیر به طرفشان می آید. یکی از آنها بلافاصله مشغول محکم کردن بند کفش‌هایش شد. دیگری از او پرسید: چه کار می کنی؟ تا به حال هیچ انسانی نتوانسته که از شیر تندتر بدود. رفیق اولی پاسخ داد: برای اینکه جانم در امان باشد تنها کافی است که از تو تندتر بدود. دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادرخواندگی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. این ویدیو کلیپ رو برای بهترین رفیقات ارسال کن. حتی اگه من جز بهترین رفیقات هستم، برای خودم بفرست.